سلام، چطورین؟ امیدوارم حالتون عالی باشه. اسمم خیلی جلوم. خب من با یه ویدیو چالش دیگه. چالشمون اینه که ما فقط 30,000 تومان بودجه داریم و قرار است دیجیکالا خریدای کاربردی کنیم. یعنی هر کالایی که میگیریم باید 30,000 تومان باشه نهایتا یا زیر 30,000 تومان. بریم حالا یکی دو تاشو همونجوری سرچ بزنیم ببینیم چی پیدا میکنیم. قطعا اولین چیزی که با برم سراغش که برای شخص خود من خیلی کاربردی، الان تابستونه واسه همه کاربردیه، بادی اسپلشه. 30,000 تومان بادی اسپلش نظرتون پیدا میشه؟ این بچه یه بادی اسپلش پیدا کردم دقیقا زیر 30,000 تومان، یعنی مرز 30,000 تومان، 29 خورده ای و خیلی واسم عجیبه بادی اسپلش زیر 30 تومانی پیدا کردم. بقیه چیزایی هم که قراره بگیرم دیگه سورپرایزه که اینجا که نشون نمیدم. بریم سفارش بدیم بیاد با هم دیگه آنباکسش میکنیم. خودتون باشین. فکر کنم چند روز دیگه بسته بیاد و ویدیو تک میشه. سلام. از اون ویدیو اول کمتر از 2 هفته میگذره، تقریبا 12 روز. و دلیل اینکه انقدر فاصله افتاد اینه که من شاید بگم حدود 1 هفته بود داشتم دنبال اینایی که این تو بود میگشتم، به خاطر اینکه میخواستم که یک هم زیر 30 تومن باشه، قیمتشون مناسب باشه، همین که چیزای گوگلی و جذاب باشه. خب من مثلا الان بیام دستمال کاغذی که تو خونه میخوام استفاده کنم بگیرم براتون آنباکس کنم، لال شدم، قطعا جذابیتی نداره. چیزایی خواستم بگیرم که گوگلی باشه، هم کاربردی باشه، بتونین استفاده کنین و با گرفتنش حالتون رو خوب کنه و اینکه ارزون هم باشه دیگه، زیر 30 تومن باشه. بریم ببینیم چی رو گرفتیم. خب بریم سراغ اول. این بچه این بادی اسپلش پینک کیتی شاین داره که خیلی اینا ارزون گرفتم، 29 خورده اینا گرفتم. و اینکه خب از بادی اسپلشش کدومون انتظار نداریم که حالا مثلا خیلی بوش بمونه و اینا. من همه اینا مثلا باشگاه تو محیط باشگاه برمی‌دارم، مثلا هر 10 دقیقه یه رو میزنم دوباره، 10 دقیقه نه مثلا یه رو 20 دقیقه، و انتظار موندگار قطعا ندارم از بادی اسپلش. ولی اینکه هم که بوش خوب باشه و بتونم مثلا تو باشگاه ازش استفاده کنم برام اوکیه با این قیمتی که داشت مخصوصا. ولی بچه مثلا قیافش خیلی کیوته، مثلا رنگشو ببینین یه شاینای ریز باحالی داره که خیلی باحاله، بامزه است. حس میکنم اینکه جامو عوض کردم، از اونجا اومدم اینجا که هم نزدیک‌تر شدم و اینا، برای آنباکسینگ خیلی خوبه چون محصول قشنگ میتونم نشون بدم موقع باز کردنشون و اینا، همه رو ببینیم قشنگ از نزدیک. حتی مثلا داخلش هم حس میکنم میشه کامل دید وقتی نزدیک، جزئیات مشخصه. بچه اول اینکه شاینش اصلا رو پوست نمیاد و خب هم که تو بستش و اینا باحال و خوشگله، خب اوکیه خودش. دو اینکه بوش بین یه حالت بادی اسپلش خیلی شیرین و صابون، دقیقا صابون. و من میگم بازم خیلی انتظار قطعا نداشتم از بادی اسپلش زیر 30 تومانی که بوی خیلی واو داشته باشه. ولی میدونی حس میکنم که چون بوی صابون میده یه حالت تراوت و تمیزی به آدم میده، یعنی اینو قطعا استفاده نمیکنم که به نظر میتونیم بگیریم، استفاده نمیکنم که مثلا بوی خوبی به هم بده و اینا یا موندگاری داشته باشه و این داستانا. و وقتی اینکه یه تراوت بده، یه تازگی به بدنتون بده، و چون یه چیزی بین یه بادی اسپلش خیلی شیرین و بوی مثلا شامپو صابون و ایناست، میتونه یه حالت بوی تمیزی میگیرین. اینو صرفا این برای این میتونه استفاده کنم که بوی تمیزی بدیم. من بذارم اینجا. بعدی یه دونه از این ماسکای صورته که خب اینم قیمتش خیلی ارزونه. حالا چند 2-3 تا هم میگرفتم، فکر کنم یادم نیست دقیقاً نوشتم بود، ولی 2-3 تا هم میگرفتم زیر 30 تومن میشد. ولی همونجا که خیلی مزه استفاده نمیکنم و اعتقادی به این ماسکای ورقه‌ای ندارم،
یه دونه گرفتم که فقط بگم مثلا میتونین حالا بررسی به پوستتون اگه فشیال نمیرین و اینجور کارا رو انجام نمیدین این ماسکا میتونه از هیچی بهتر باشه. یه دونه گرفتم که فقط نمونهشو ببینین که اینا رو دیجیکال لا داره و قیمتش خوبه، حتی میتونید دونه‌ای هم سفارش بدین. بچه ها اینو شما فقط ببینین، این بالم لب وب انقدر خوشگله. بچه شما فقط ببینین آخه اینو، خیلی خوشگله. من باید بخورتش. بوی خیلی خوبی میده، خیلی بوش خوبه. خودم رو اینجا چون نمیبینم یه آینه بیارم ببینم که خیلی خوبه. بهترین خریدیه که تا الان دیجیکالا داشتم. حتی یه رنگ من فکر می‌کنم مثلا در حد همین بالم لب و ایناست، ولی رنگ صورتی نمیدونم حالا مشخصه نه، یه رنگ صورتی ملایم خیلی کیوت و لبتون میده. این روزایی میتونید استفاده کنید و خیلی خوشگله، بوی خیلی خوبی داره. یکی از بهترین چیزاییه که از دیجیکالا تا گرفتم، حتما اینو بگیرین و اینکه خیلی هم خوشگله دیگه، تو کیفتون راحت میتونید ببرین کوچولو موچولو. بعدیش یه دونه ناخن مصنوعی. من ناخن مصنوعی استفاده نمی‌کنم، بخوام چیز کنم صرفا همون لاک و اینا، فقط لاک استفاده می‌کنم. اینو برای خودم نگرفتم، برای کسی گرفتم، ولی خب خوبه. البته فکر کنم چیز کنم داشتم سفارش میدادم 124 عددی، نمیدونم باید برم دوباره نگاه کنم، مطمئن نیستم. اینم که اینجوریه. تا حالا من ناخن یه بار فکر کنم فقط من ناخن مصنوعی باشم، کاشونم که تا حالا انجام ندادم اصلا. بعدی هم لاک پاک کنه. تعدادی هم که توش داره خیلی زیاده و حالا با استفاده مثلا 2-3 تاش کل ناخن‌های دستتون رو میتونین که پاک کنید لاکشو. بعدی هم که خود لاک. بچه این لاکا که تخفیف خورده باشه، این تخفیف خورده بود زیر 30 تومن بود، رنگای مختلفش بود. من خوب چون رنگایی که بود خیلیشون دوست نداشتم، 1-2 تا بود دوست داشتم که لاک مشکیم چون خوش شد، قرار بود مشکی باشه. بزنم امتحان کنم 2 لایه بزنم، فکر میکنم که مشکی بشه 2 لایه بزنم. قیمتش اینا اوکیه، میتونین ها رنگ دیگه هم بگیرین. من گفتم توی آنباکسینگ یه دونه بگیرم که ببینم چه جوری اصلا ارزش خرید داره یا نه، ولی آره بخوام لاک بگیرم ممکنه باز از این سفارش بدم رنگ دیگه شو. صورت و ایناش هم داشت خوشگل. و یه بستم از این تیغای اصلاح صورت که من از اینم خیلی استفاده میکنم. یکیشو که کلا گذاشتم اصلا واسه باز کردن بسته و اینا، ولی آره اینا خیلی جواب حساسیت نمیده. اکثرا فکر میکنم استفاده کردین دیگه، اینا خیلی ترند شده، اصلا حساسیت نمیده، جوش نمیزنی. اینم از این ویدیو آنباکسمون که وسایل کاربردی زیر 30,000 تومان رو واسهتون آنباکس کردم که همشون خیلی گوگلی و خوشگل و اینا بودن. مخصوصا بالم لبه به شدت پیشنهاد میشه. مراقب خودتون باشین، امیدوارم که خوش گذشته باشه بهتون تو این تایم و همین دیگه. خیلی مراقب باشین.